سلام به کانال ما خوش اومدید. امروز اومدیم 10 تا از سگ‌ها با قدرت فک بالا رو به شما معرفی کنیم. شماره 10 روتوایلر. این سگ که اصالت آلمانی داره و بیشتر به عنوان سگ پلیس شناخته میشه. قدرت فک این سگ 328 PSI است. شماره 9 لئون برگر. این سگ هم اصالت آلمانی داره و ترکیبی از نژاد نیوفای، سنت براند مو بلند و گریدین است. قدرت فک این سگ 339 PSI است. شماره 8 آکیتا. این سگ زیبا و بزرگ جسته که اصالتش برای مناطق کوهستانی ژاپن و یکی از زیباترین سگ‌های دنیا. قدرت فک این سگ 400 PSI است. شماره 7 داگو کاناریو. این سگ بزرگ اصولا برای نگهداری دام پرورش می‌یابه. اسم این سگ اسپانیولیه و به سگ قناری‌گیر معروفه و قدرت فک این سگ 540 PSI است. شماره 6 ماستیف فرانسوی. این سگ بزرگجسم و با چهره خشن سگ اسپانیولیه. قدرت فک این سگ 556 PSI است. شماره 5 ماستیف. این سگ جزء سگ‌های نگهبان است و منشأ این سگ انگلستان و جزء بزرگترین سگ‌های دنیا. قدرت فک این سگ 556 PSI است. شماره 4 توسا آینو. این سگ نوع سگ ژاپنی است که اسمش برگرفته از ولایت توسا در استان کوچی است. قدرت فک این سگ 556 PSI است. شماره 3 داگو آرژانتین. این سگ برای شکار به وجود اومده و از اون برای شکار گرگ، گراز و حیوانات وحشی استفاده میکنن. این سگ دارای 600 PSI قدرت فک است. شماره 2 کن کورسو. این سگ که اصالت ایتالیایی داره و از اون به عنوان سگ نگهبان استفاده میکنن. قدرت فک کن کورسو را هنوز به طور دقیق اعلام نکردن، اما بین 670 تا 700 PSI است. و میرسیم به شماره 1 یعنی کانگال. این سگ یکی از وحشی‌ترین سگ‌های دنیا و خاستگاهش به ترکیه برمیگرده و دارای 700 تا 750 PSI قدرت فک.